سلام، همراه سایه روشن اتفاقات ورزشی خارج از گود استان باشید. سایه روشن رو با خبر خوش برای قایقران‌ها شروع کنیم. با هماهنگی صورت گرفته قرار شده سد نوبه تاکستان برای تمرین تیم‌های قایقرانی استان در اختیار هیئت قرار بگیره و با توجه به کمبود پهنه آبی در استان استفاده از این ظرفیت یه اتفاق خیلی خوبه. در بازی‌های آسیایی هانگژو علیپورها رکورد زدن. رضا، مهدی و میلاد علیپور در ترکیب تیم ملی سنگ‌نوردی سرعت تنها خانواده‌ای بودند که در کاروان اعزامی کشورمون حضور داشتند و از نظر تعداد و رنگ مدال رکورد زدند. بعد از مدت‌ها دختران دوچرخه سوار استان خوش درخشیدند. در پایان اولین مرحله لیگ پیست جوانان دختر کشور تیم استان با ترکیب بومی سوم شد. فاطمه دادگر در رشته‌های 2000 متر دور امتیازی و اسکرچ به ترتیب طلا، نقره و برنز گرفت. طاهره پورحیدری سرداور قزوینی این رقابت‌ها بود. تا شروع بازی‌های پارآسیایی چند روزی بیشتر باقی نمونده و از استان قزوین علیرضا قورچی‌بگی کاپیتان تیم ملی شطرنج و امیر محمد زارعی هم ملی پوش گلبار که براشون آرزوی موفقیت می‌کنیم. از اینکه همراه ما بودید متشکرم. خدا نگهدار.